السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان باز یک منتور آماده کردنشان نشان بدهم. ما در نوارهای قبلی داشتیم منتوی با کدو آماده کرده بودیم. انشاءالله که این بار میخواهیم با قیمه آماده کردنشان نشان بدهیم. آبونه شدن فراموش نکنین بینندگان عزیز، نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین. اگر وقتتان هم که نمیگیرد اما لایک هم زیر کنین. بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنیم. ما در اینجا 1.5 استکان آب داریم. این استکان اولش رو در ظرف میریزیم. باز ببینید نصفگه هست، 1.5 استکان است. 25 گرم نمک داریم، نمک را همراه میکنیم. 20 میلی لیتر روغن داریم، روغن را همراه میکنیم. حال اینها را یک آمیخته میکنیم رقم. و بینندگان عزیز در اینجا 2 دانه تخم داریم، تخم را هم همچنان همراه میکنیم. حال اینها را آمیخته میکنیم، میکوبیم. حال بینندگان عزیز ما 1 کیلو آرد در اینجا داریم. 1 کیلو آرد است. همیشه آرد را ما الگ میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کیلو آرد را همش را میریزیم. و بینه 1 کیلو آرد هم خلاص شد. حال خمیر را شروع میکنیم. ببینیم بینندگان عزیز خمیر رو ما خوب یکم تخلیدیم تا که خوب ارالش شود. حال خمیر آماده شدگی هست. خمیر رو ما میگیریم، 2 دانه زوله میگیریم. از این خمیر من تو که است یکم اکک سخترک میاد، ایران میگذاریم یکم اکک دم میگیره، باز نرم میشه. چون که اگر خمیر منتو بسیار ملایم باشد باز کمتر قینتر میشه در وقتی تنک کردن این زوله. خوب ما 2 دانه زوله گرفتیم، بالاش یک سینه پوشیم، میگذاریم که یکم اکک دم گیرد. تا دم گرفتن این را ما پیاز و دیگر محصولات را آماده میکنیم. ما جمع 3.5 کیلو پیاز گرفتگی هستیم. حالا 1-2 دانه به این شکل ریزه میکنیم. به این شکل کوبیک میده میکنیم، را نشان بدهیم. ما باقی مانده پیاز ها را همچنان ریزه میکنیم. مانده پیاز هم میده کردیم 3.5 کیلو پیاز اینجا. حال ما 10 گرم مرچ سیاه داریم، مرچ سیاه را همراه میکنیم. 10 گرم زیره داریم، زیره را همچنان همراه کردیم. اینه 60 گرم نمک است، 60 گرم هم همراه میکنیم. 5 گرم مرچ سرخ است، خلافی تیزک سرخ، از این همراه کردیم. 200 میلی لیتر روغن هست، روغن هم همچنان ریخته مینه. اینجا 2 کیلو قیمه هست و گوشت گاو هست. اینا هم چیکار میکنیم؟ همراه میکنیم و ارالش میکنیم اینا را.
اینا رو باید ما همش رو ارالش کنیم تا خوب به یکدیگر قطعی ارالش شوند. بینندگان عزیز اینا آماده شده است. بینندگان عزیز تا که زوله منتومون اتنه کردنه ما آتش را روشن میکنیم و در این دیگمون هم که هست آب میریزیم. الله شکی روشن کردیم. آب دهنی دیگه باز میکنیم و دیگمون آب میکنیم. خودی منتظر میشیم که جوش بیاد. تا جوش آمدن ایره ما خمیر تنگ میکنیم. منتوها را میپیچونیم. کمتر آب گرفتیم اینجا به خاطر در زیر همین زوله من پوشیدن. اینا زوله را گرفتیم. بسم الله. اینا آرده شپیدیم در بالای تفلمون. ولی خمیرمون کمکت تنگ میکنیم. خوب خمیر کم تا تنگ کردیم. ولی باید این را خوب تنگتر شود. زوله را تنگ کردیم. این را میپیچونیم. خب اینا آماده شدگی هست. فقط این را ما برای بریدن قالب این رقم بوی میکنیم خمیر رو. خب این خمیر باز شد. ما این را باید که با کورچه ببریم. خب اینا بریدن این خمیر را شروع میکنیم. بسم الله. خب خمیر را بریدیم. اینا میگیریم باز خمیر را این طرف تنگ میکنیم. خب اینا تنگ کردیم. اینا را باز میبریم. و ببینید خمیر رو ما بریدیم اندازه که برای ما لازم بود اما اندازه بریدیم. خمیر رو میگیریم تنک میکنیم. نوش یک طرف میگذاریم که لازم میشود چون همه ایره نمیبرد برای گوسفندمون. این تا دانه دانه تنک میکنیم. پیازی که آماده کرده گیریم همراه گوشت او را در بالای اینها میگذاریم. کمتر میپیچونیم این رو. ببینیم بینندگان گرامی لیست روغن میشکیم. خب حالی خیمه که آماده کرده بودیم میگیریم که منتو را پیچونیم. خب این همین شکل قطعی میپیچونیم. طرز آسانش نگر شما خودتان میفهمید که چی رقمی که پیچونیم. اینا بینندگان عزیز به همین شکل پیچوندیم. خب باقی مانده خمیر را به همین ترتیب پیچاندن میگیریم.
بینندگان عزیز، اینا منتوها را پیچاندنش خلاص کردیم. 3 دانه لیست شده است. حالی میبریم در بالای آتش اینا را میگذاریم. اینا انشالله که منتوها را گذاشتنش شروع میکنیم. یک چه گذاشتیم. قبط دومش هم اینا گذاشتیم. اینا قبط سومش. این حال بالایشان هم میپوشانیم. بالاشون رو پوشاندیم. حال منتظر میشیم که در چند دقیقه که پخته شد باز برای شما بینندگان گپ میزنیم. بینندگان عزیز، 55 دقیقه گذشته است. ما حال دهان منتوزه که بسم الله گفته اینم میکشویم. ما دهان منتوزه رو کشیدیم. منتوها پخته شده است. حالی میگیریم یک طرف میگذاریم که کم تر هواشون بزنه. بعد در طبق میبرداریم ان شاء الله. خب حالا نقابت دومش میگیریم. بینندگان عزیز، کم تر هوا خوردن منتوها حالی میگیریم در طبق آماده خوردن هستن. بسم الله. منتوها را در لگن ها گرفتیم. اینا مرحمت کنید. میتونه که با زیربای است و با جرقات است. مثلا در بالاش این ترتیب قطعی میریزین. آبونه شدن فراموش نکنین. نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین. انشالله که آماده کنین، خوشمزه است. این کم مرچ سیاه هم میپاشیم در بالاش. تا نوارهای بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.